مامام امجا وفات کرد. امجا وفات کرد. این خونه‌مون این کلا بود. این خونه‌مون رو برق ساختن. نمیدونم سال چند بود. ما مایدا بودیم و مذهب دارم. خیلی نظر رو برم؟ باید روز 29 نصیب باشه نیاد داریم روز 29 مای روزی زود روزش بدست اولی یه 5 سالک رام نشد در دست عدینه دار گذشت برادری ما دوستی ما هموطنی ما رژیسوری این ستاره دنیا این تمام دنیا میشناسش ما این روز اگر خرکاریو ما توجیکو ما اگر ما به قدری اونم نرسیم نمیدونم که با انداش بود چه بسیار انسانی بزرگ هست ولی انشالله ما هم به خودمون تشکیل میکنیم روز 29 کینوش جمعواری میکنیم در نویت فرخور در اون 5 روز دیگر باید اسمون اگر یک یادبوچه بگذارونیم روز 29 با همون بایسته در اون 5 روز 6 روز دیگر رویگون فیلموی که جمع شوند کینو را نمایش میکنیم با مردم نویت فرخور. بختیار خدای نظر رو با گروه کاری خود برای بنوار گرفتن فیلم پدر ماهتابی به نویه فرخار آمدن. مقصد آمدن آنها به نویه فرخار از آن عبارت بود که بیشتر حیات و ممات مردم فرخار را در همون فیلم ثبت کنند. آنها در نویه فرخار یک چند روز برای ثبت کردن برای بنوار گرفتن ماندم. از آن جمله چند بیگاه به نزد من آمده خواهش کردن که بنابراین اون که شیفتی بینای کینوتئاتر ما از تونکه پرچین کرده شده است در زیر آن مشهایش پروازی که کرشاپرک‌ها میگویند بسیار جای میگرفتند برای به همین فیلم تعلق داشتن همین کرشاپرک‌ها اومده همراه ما همون کرشاپرک‌ها را داشته در سبد نگاه داشتیم و حتی من با آنها یک جای ششته با همراهی بختیار خدای نظر در خانه من آنها رو مهمانی گذرانیدم که چونکه در اینجا دیگر در اون وقت کاری کینو باید بود که قریب که عمل نداشت کینو قریب که در تمام جمهوری حالتش را گم کرده بود و من حیران شدم که این در همین رژیسور در همین دوره قصادی که تاجیکستان یا که تاجیکینو قریب که برهم خوردگی بود و برای نوار گرفتن همین فیلم سعی کرده بود. بختیار گرمانیا دا بود. خودش عادل نه. فرزند ندارم. فرزند نمی‌افتاد. زنش شیطوران داشت. تاجیک بود زنش؟ تاتار بود. و چش تاتار آخری. اما که تاجیکه زنش تاتار بود. چخیل بود کودکیش دا مثلا تلفن صحبت میکردین قطعش صحبت تلفنی داشتین؟ نه گرمانیا کلام دیگه صحبت نکردیم. وقتی که این خیلی کرده بود ما دیگه این خیلی من عمرش نمیدونم دودار میدونه که خیلی دودار سنگیده و قدش گاب میزنه این دودار دیگری می گاب نمیزنه امینا و مردش هم داره گفته خیلی گاب نمیزنیم و اکنون چی نمیتونیم او میگه گاب میزنه و صحبت میکنه قدش چخیلی که ما میدونیم در کودکیش فرخورده میگذشته دوره کودکیش مخصوصا همین فصل تابستون در فرخور میگذشته شما یاد دارین وقتی بود قطعی مثلا بختیار شیشته باشین یا جو خسته باشین او وقتی که نهی اومدن کناس نیمت کردن کو خیلی چند سال اولش بود همونجا اخیرون وقت هم خونه خیلی موده بود چند روزه ایستد هم خونه خیلی موده ایستد دوره کودکیش چی؟ دوره کودکیش هم خطی هم دودار میماره که فرهاد خطی هم غلان وقتی هر دیم
акаш чи акаш мерафт меомад додараш меомад додараш мерафт меомаду чӣ бурад худш намеомад худш намеомад аммо сол умад намедонам соли кай буд ки